سلام عرض میکنم خدمت تمام اساتید، همکاران و دانشجویانی که در این کارگاه همراه ما هستند. تشکر میکنم که تا الان صبر کردید و در واقع با ما ادامه میدید کارگاهی که ما برگزار میکنیم از طرف شرکت حیات مدیساطب، آموزش تنظیمات پیشرفته سمک‌های یونیترون و سنتراپی در سمک‌های یونیترون هست. قبل از اینکه وارد مبحث اصلی بشیم که مبحث اصلی رو با آقای علوی همکارمون ادامه میدیم، یک بخش مقدماتی کوتاهی رو در مورد مواردی که تا الان بیان شده در واقع مرور خواهیم کرد و به نحوی انگار جمع‌بندی مطالب هست. خیلی از مطالب اصلی و مهم رو اساتید در بخش‌های قبلی عنوان کردن، ولی خب یک مرور کوتاهی هم داشته باشیم تا وارد مبحث اصلی بشیم. تو این بخش کوتاه در مورد 3 تا موضوعی که خود تینیتوس چی هست، چه پاتوفیزیولوژی هایی داره و در واقع چه اقدامات مدیریتی میتونیم انجام بدیم به صورت جمع‌بندی و خلاصه و کوتاه صحبت خواهیم کرد. میدونیم که تینیتوس احساس شنیدن صدایی در سر یا گوش هستش که ما هیچ منبع خارجی رو براش پیدا نکنیم. میتونه خودش رو به شکل‌های مختلف نشون بده، الگوهای متفاوت داشته باشه، دائم باشه، یعنی فرد به صورت دائم صدا رو بشنوه. میتونه از نظر زمانی پیوسته نباشه، میتونه یک طرفه باشه، میتونه دو طرفه باشه و میتونه به شکل‌های مختلف خودش رو نشون بده، یعنی فرد صداهای متفاوتی رو بشنوه. به عنوان مثال صدای سوت بشنوه، صدای باد بشنوه. جالبه بدونیم که تو مطالعات عنوان شده که نوع صدایی که فرد از تینیتوسش درک میکنه بیشتر از اینکه ارزش تشخیصی داشته باشه و نشون دهنده پاتولوژی خاصی باشه، نشون دهنده تجربیات شنیداری فرد و در واقع ارتباط سیستم شنوایی با لیمبیکش هست. یعنی اگر فردی در محیطی بوده که صدای سوت زیادی میشنیده، مثلا نوع صدایی که درک میکنن بیشتر حالت سوت خواهد داشت. گرچه تو مطالعات باز نوشته که ارزش تشخیصی نداره، ولی اگه مقالات دیگری رو نگاه بکنیم در مواردی به تفاوت‌های ظریف در تینیتوس پاتولوژی‌های مختلف اشاره شده. مثلا منیر معمولا در مراحل اولیه تینیتوس فرکانس پایین داره، یا حتی تینیتوس هایی که منشأشون پالسیان، بر اساس اینکه منشأ تینیتوس در واقع شریان باشه، سرخ رگ باشه یا سیاه رگ باشه، باز ممکنه که نوع تینیتوسی که در واقع ایجاد میکنن با همدیگر متفاوت باشه. ولی در نهایت جمع‌بندی که مقالات کردن اینه که زیاد ارزش تشخیصی نداره نوع صدایی که ما درک میکنیم. در واقع این موارد ما رو به این موضوع میرسونه که تینیتوس یک پدیده پیچیده‌ای هستش که ما نمیتونیم به راحتی به یک بیماری خاصی اطلاقش بکنیم و پاتوفیزیولوژی قطعی نداره و موارد خیلی زیادی براش در واقع محتمل هستش. در مورد شیوع اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب اساتید در بخش‌های قبلی کامل شیوع رو توضیح دادن. همونطور که فرمودن مطالعه‌ای که تو آمریکا انجام شده نشون داده که حدود 15% افراد از تینیتوس رنج در واقع دچار تینیتوس هستن، اما فقط حدود 2.5% رنج میبرن، یعنی تینیتوس براشون آزاردهنده هستش. بنابراین جمعیت افرادی که دچار تینیتوس هستن بیشتر هست نسبت به افرادی که از تینیتوس رنج میبرن و تینیتوس براشون آزاردهنده هستش. به صورت کلی علائم میتونه از حد مایلد باشه تا حد سیگنیفیکانت، در واقع متفاوت باشه. ناتوانی که به جا میگذاره میتونه همراه با علائمی باشه مثل هایپر اکیوزیس، بیخوابی، اختلالات اضطراب و افسردگی. جالبه بدونیم برای اینکه ما بتونیم متوجه بشیم که تینیتوس چقدر آزاردهنده هست برای فرد، بیشتر از اینکه بخوایم در واقع روی علائم اکوستیکش در واقع تکیه بکنیم و از اونها استفاده بکنیم، باید به علائم سایکولوژیک که فرد در واقع ازشون شکایت میکنه نگاه بکنیم. هر چقدر که یک فردی از بیخوابی، اضطراب، افسردگی و استرس بیشتری رنج ببره، اختلال در تمرکز داشته باشه، مشکل درک گفتار داشته باشه، یعنی علائم سایکولوژیک بیشتری داره یا در واقع آزاردهندگی تینیتوسش بیشتر هست که نشون دهنده در واقع فعال شدن سیستم لیمبیک و اتونومیک هست، همونطور که اساتید در بخش‌های قبلی فرمودن. بنابراین اگه ما بخوایم یه تقسیم بندی خیلی کوچیکی بکنیم، میتونیم بگیم که ما تینیتوسی که درک میکنیم یا تینیتوس خالی هستش بدون علائم سایکولوژیک همراه و بدون آزاردهندگی. اگر این علائم سایکولوژیک و آزاردهندگی ها وجود داشته باشه، دیگه تبدیل میشه به تینیتوس دیزوردر که اقدامات درمانی هم برای این افراد در واقع در نظر گرفته میشه.
سیستم های طبقه بندی متعدد شده. ما میتونیم تینیتوس رو در طبقه های متفاوت قرار بدیم. شایع ترینش همون سابجکتیو و ابجکتیو هست. سابجکتیو صدا رو خود فرد میشنوه. شایع ترین حالت حدود 80% موارد تینیتوس رو سابجکتیو ها تشکیل میدن. نشون دهنده وجود مشکلی در سیستم شنیداری هست در اکثریت مواقع. در مقابل سابجکتیو و ابجکتیو ها هستن که امروز دیگه بهشون گفته میشه سوماتو ساوند، یعنی گفته میشه که ابجکتیو بهشون نگیم، که اگر فردی در کنار در واقع بیمار بیسته و گوشی پزشکی داشته باشه به راحتی میتونه صدا رو بشنوه. اصلی ترین منشأهای وزوزهای در واقع سوماتو ساوند یا ابجکتیو یا عضلانی هستن یا عروقی هستن. اگر عروقی باشن میتونن ناشی از اختلال در سخرک ها باشن، در شریان ها باشن، در واقع سیاه رگ ها باشن، یا هر دو مشکل داشته باشن و نوع صدایی هم که میدن بیشتر حالت ضربانی. البته میزان شیوعیشون خیلی کمه و حدود 4% موارد در واقع تینیتوس رو تشکیل میدن. یا میتونه عضلانی باشه که ناشی از وجود مشکلی در عضلات گوش، گلو و بینی هست و فرد صدایی که میشنوه بیشتر حالت کلیک مانند داره. به عنوان مثال فرد شکایت میکنه که وقتی من آب دهنم رو قورت میدم یا صورتم رو جمع میکنم، منقبض میکنم، این صدای تقه مانند رو میشنوم. نوع دیگه از طبقه بندی باز وجود داره که تینیتوس رو بر اساس اینکه آیا عامل شناخته شده از قبل براش وجود داره یا نه طبقه بندی میکنه. به عنوان مثال اگه تینیتوس به دنبال ضربه به سر اتفاق افتاده باشه بهش میگن ثانویه و اگر ما پاتولوژی مشخصی براش پیدا نکنیم میشه اولیه. اهمیت این سیستم های طبقه بندی متعدد در چی هست؟ اهمیتش به ما کمک میکنه که برای فردی که دچار تینیتوس هست در نهایت بهترین رویکرد درمانی رو انتخاب بکنیم. مسلماً اگر فردی تینیتوسی که داره در گروه ابجکتیو قرار بگیره یا در گروه سوماتو ساوند قرار بگیره متفاوت هست با اقدامات درمانی که در گروه سابجکتیو هست. بنابراین تفاوت در طبقه بندی یا استفاده از سیستم های طبقه بندی متعدد به ما کمک میکنه که بهترین رویکرد درمان رو برای فرد با توجه به مشکلش انتخاب بکنیم. یکی از مشکلاتی که ما با تینیتوس در واقع در اون مواجه هستیم اینه که ما هیچ پاتوفیزیولوژی قطعی و مشخصی نداریم. یعنی اگر مقالات 2025 هم نگاه بکنیم نوشته شده که تا به اکنون هنوز پاتولوژی قطعی در واقع تشخیص داده نشده و فرضیات متفاوتی ارائه شده. فرضیاتی که مربوط به سیستم شنیداری هستند به صورت کلی به دو قسمت تئوری های محیطی و تئوری های سیستم شنوایی مرکزی تقسیم میشن. در بخش محیطی ما خب 3 تا فرضیه رو داریم: نقش SOI ها، تئوری اج یا لبه و تئوری دیسکوردنت. اگه بخوایم در مورد تئوری اسپانتانوس صحبت بکنیم، خب میدونیم SOI ها امواجی با دامنه بسیار کوچک هستن که حاصل فعالیت یا حرکت الکتروموتیلیتی سلول های موی خارجی هستن. یعنی وقتی سلول موی خارجی حرکت میکنه برای ما SOI رو تولید میکنه و چون دامنشون خیلی کوتاهه ما اینا رو معمولا نمیشنویم مگر اینکه یک میکروفونی بذاریم داخل کانال گوش و امواج برگشتی رو محاسبه بکنیم، ثبت بکنیم، در واقع مثل کاری که در OI انجام میدیم. این تئوری یا در واقع تئوری اسپانتانوس اوتو اکوستیک امیژن میگه تحت شرایط خاصی این SOI میتونه منشأ بروز وزوز برای ما بشه. تحت چه شرایط خاصی؟ وقتی که ما با یه آسیبی مثل در واقع اکوستیک تروما مواجه میشیم، این اکوستیک تروما باعث میشه که خب سلول موی خارجی دیگه فعالیت نرمال نداشته باشه، فعالیتش از حالت نرمال خارج میشه، بنابراین SOI هم که تولید میکنه دیگه SOI نرمال نیستش. حالا اگر این SOI جدیدی که تولید شد از نظر فرکانس و شدت در حدی باشه که فرد اون رو بشنوه ما اون رو به عنوان وزوز درک میکنیم. اما مشکلی که این نظریه داره اینه که خب ما SOI رو که تو افت‌های حدود مادریت دیگه نمیبینیمش. بنابراین اگه فردی افت شنوایی مادریت داشته باشه و از تینیتوس شکایت بکنه دیگه نمیتونیم بگیم به خاطر این مکانیزم و باید فرضیه‌های دیگر رو در نظر بگیریم. فرضیه بعدی که مطرح شد تئوری اج یا تئوری لبه هستش که میگه خب ما منطقه سلول های موی خارجیمون در واقع تقسیم شده انگار به سلول های موی خارجی سالمتر و سلول های موی خارجی آسیب دیده تر. یک منطقه مرزی بین این دوتا قرار داره که این منطقه مرزی سلول های موی خارجی هستن که نه خیلی آسیب دیدن نه خیلی سالمن.
فعالیت اسپانتانئوس یا فعالیت خود به خودی یا خود فعالیت این سلول‌های موی خارجی به هم میخوره، از حالت نرمالش خارج میشه و خارج شدنش منجر به این میشه که ما در واقع تینیتوس رو بشنویم. اما باز مشکلی که این نظریه داره اینه که هیچ شواهدی براش پیدا نکردن از لحاظ آناتومیک و حتی پیدا کردن فرکانس لب روی در واقع اودیوگرام برای محققا خیلی سخت بوده. بنابراین این فرضیه هم برای همه موارد نمیتونه استفاده بشه. فرضیه بعدی که مطرح شد تئوری دیسکوردنت یا در واقع تئوری هستش که بر اساس اختلاف عملکرد سلول‌های موی خارجی و داخلی هستش. در این فرضیه ما از 2 تا فکت استفاده می‌کنیم. اولین فکتی که وجود داره، خب می‌دونیم سلول موی خارجی منشأ ورودی مهاری به هسته حلزونه و در واقع مهار رو در هسته حلزونی کنترل می‌کنه. و فکت دومی که وجود داره اینه که سلول موی خارجی نسبت به سلول‌های موی داخلی در واقع آسیب پذیرتر هستش و زودتر دچار آسیب میشه وقتی ما یه مشکلی داشته باشیم. بنابراین وقتی به عنوان مثال ما با اکوستیک تروما مواجه میشیم، در خط اول سلول موی خارجیمون آسیب میبینه. وقتی که آسیب میبینه پس دیگه ما ورودی مهاری به هسته حلزونی نداریم. مهار در هسته حلزونی کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که اینطوری نشون داده بشه که میزان تحریک در هسته حلزونی خیلی زیاد هست. علاوه بر این کاهش ورودی مهاری به هسته حلزونی، مشکل آناتومیک هم ایجاد میکنه. آسیب سلول موی خارجی باعث میشه غشای تکتوریال بیفته روی سلول موی داخلی و دیگه از طریق شیار هنسل مرتبط نباشه با سلول موی داخلی. پس این ارتباط فیزیکی غشای تکتوریال و سلول موی داخلی باعث میشه که ما سیگنال هایی مبنی بر وجود محرک به صورت دائم به سمت هسته حلزونی بره. پس میبینیم که تعادل تحریک و مهار در هسته حلزونی به خاطر آسیب در سطوح پایینتر به هم ریخته. باز ولی این تئوری مشکلی داره. مشکل این بود که خب گفتن اگه واقعا مشکل در سطح سلول‌های موی داخلی و خارجی باشه، بنابراین اگه ما عصب شنوایی رو قطع بکنیم پس دیگه نباید مشکل داشته باشیم دیگه. ولی در عمل وقتی عصب شنوایی رو قطع کردن دیدن که نه، باز همچنان فرد داره صدای تینیتوسش رو میشنوه. بنابراین مشکل فقط به سطوح پایینتر و سطوح محیطی محدود نمیشه و ما باید سطوح بالاتر از سیستم شنوایی محیطی رو هم نگاه بکنیم. به دنبال در واقع فرضیه‌های محیطی و به دنبال این نتیجه گیری ها محققا اومدن گفتن که خب احتمالاً باید ما سطوح بالاتر رو نگاه بکنیم، تو ارزیابی هامون در نظرش بگیریم. اومدن تئوری‌های مرکزی تر رو مطرح کردن. تو این تئوری‌های مرکزی تر نقش دورسال کوکلار نوکلئوس مطرح شد و 2 تا نظریه دیگه که حالا در ادامه میگیم. نقش دورسال کوکلار نوکلئوس خب گفتیم تو تئوری دیسکوردن که به دنبال اختلافی که در سطوح پایین به وجود میاد، تعادل تحریک و مهار به هم میخوره، تحریک افزایش پیدا میکنه، مهار کاهش پیدا میکنه، یک نوع هایپر اکتیویتی به وجود میاد. یعنی به دنبال آسیب ما تغییرات پلاستیک در سطح هسته حلزونی به خصوص در بخش دورسال داریم. وقتی که اومدن از مطالعات تصویربرداری استفاده کردن، دیدن تنها جایی که دچار در واقع هایپر اکتیویتی شده یا افزایش فعالیت نشون داده فقط هسته حلزونی نیست. ما در سطوح بالاتر هم در واقع دچار تغییر میشیم. به عنوان مثال اینفریور کولیکولوس، مدیال جنیکولیت بادی، در سطح کورتکس شنیداری تغییرات دیده شد. بنابراین محققا به این نتیجه رسیدن که وقتی که ما تینیتوس داریم دیگه اختلالمون در واقع به یک نقطه خاص محدود نمیشه. احتمالاً در تغییراتی در سطوح پایین‌تر سیستم شنوایی اتفاق افتاده که منجر به ایجاد تغییرات دائمی تر در سطوح بالاتر سیستم شنوایی شده. یعنی همونطور که اساتید فرمودن ما با یک شبکه روبرو هستیم که این شبکه قسمت‌های مختلف سیستم شنیداری رو در بر میگیره. در واقع در ادامه صحبت‌های اساتید این شبکه فقط محدود به سیستم شنوایی نیست و قسمت‌های خارج از سیستم شنوایی رو هم در بر میگیره. سازمان بندی نورون‌ها تغییر کرده. این تغییرات در سطوح بالاتر علاوه بر کورتکس شنیداری قسمت‌های دیگر رو هم در بر گرفته که شامل شبکه‌هایی هستش که در واقع می‌بینیم. اما باز محققا به این راضی نشدن، یعنی باز موارد دیگه هم مطرح شد. خب ما چون غلاف میلین داریم و اطراف فیبرمون رو غلاف در واقع گرفته، ارتباطی که بین نورون‌های مختلف هست یک ارتباط نامناسب نیستش. یعنی هر نورون به اون سیگنالی که در طول زنجیره خودش هست داره پاسخ میده. ولی وقتی شرایط ایجاد میشه که میلین فیبر عصبی از بین میره،
اتفاقی که میفته اینه که اون نورون به سیگنال های نورون های مجاور هم پاسخ میده. این پاسخ دادن منجر به این میشه که ما در یک زمان واحد تعداد زیادی نورون رو داشته باشیم که همزمان با هم دیگه فعالیت میکنن و این افزایش همزمانی در نورون ها یا افزایش تعداد نورون هایی که دارن به یک سیگنال پاسخ میدن به عنوان تینیتوس درک میشه. این هم یکی از تئوری هایی هستش که در واقع مطرح میشه. باز تئوری های دیگری هم وجود داره که اصلا خارج از سیستم شنیداری هست و منشأ مشکل رو در سیستم شنیداری نمیدونه. یکی از این تئوری هایی که مطرح میشه تئوری هایی هستش که مربوط به سیستم سوماتوسنسوریه. انتخاب صدا خیلی مهمه. ما باید صدایی که انتخاب میکنیم یک صدای ملایم باشه، صدای مداوم باشه و صدای خنثی داشته باشه. در واقع صدا خنثی باشه یعنی که صدایی نباشه که برای فرد بار هیجانی خیلی زیادی داشته باشه یا صدایی نباشه که گفتار توش در واقع وجود داشته باشه و در واقع فرد رو دچار تلاطم بکنه. صدا باید مدام باشه، یعنی در اون بازه زمانی که ما صدا رو داریم استفاده میکنیم، به عنوان مثال مثلا 4 ساعت گفتیم به فرد در طول روز استفاده بکنه، تو دوره های زمانی نزدیک به هم با بریک های بسیار کوتاه در واقع صدا رو استفاده بکنی، یعنی مداوم باید باشه. صدا باید به گونه‌ای نباشه که توجه فرد رو به خودش جلب بکنه، یعنی مانع از این بشه که فرد همزمان تلویزیونش رو نگاه بکنه. باید در سطح شدتش همونطور که خانم دکتر فرمودن باید در حدی باشه که بتونه تفکیک بکنه صدا رو از در واقع تینیتوس. شما در نهایت می‌خوایم ببینیم آزاردهندگی صداش کاهش پیدا کرده یا نه. صدا حتما باید به صورت 2 طرفه اعمال بشه. اگر ما یک طرف صدا رو بفرستیم برای فرد، مکانیسم‌های پلاستیسیتی باز هم تاثیرگذار خواهند بود و میتونن در واقع منجر به جابجایی محل درک تینیتوس بشن. قالب گوش رو باید باز نگه بداریم برای اینکه فرد بتونه صداهای محیطی رو هم بشنوه. این نکاتی هستش که خب برای ساوند تراپی مهم هستش. اما ساوند تراپی برخلاف حالا در واقع اسمش که استفاده از صدا هست، به نظر پیچیده تره و در واقع مکانیسم هایی هستش که پشتش قرار گرفته و ما از طریق اون مکانیسم ها هستش که به هدفمون میرسیم. اولین تغییری که به دنبال استفاده از ساوند تراپی ایجاد میشه بازارایی نورونی هستش، یعنی به دنبال استفاده از صدا مسیرهای طبیعی ما فعال میشن. یه نظریه هست تو در واقع تینیتوس که گفته میشه خب وقتی که فردی دچار تینیتوس هست، مسیرهایی که فعال هستن و در واقع به سطوح بالاتر میرن مسیرهای متفاوتی هستن و اون مسیرهای اصلی ما مثل اینکه کار چندانی نمیکنن، ولی وقتی ما از صدا استفاده میکنیم داریم این مسیرهای طبیعی رو فعال میکنیم. فعال شدن این مسیرهای طبیعی باعث میشه که سازمانبندی نورونامون در مغز تغییر بکنه. بنابراین ما یک بازارایی نورونی داریم. به دنبال بازارایی نورونی یا استفاده از صدای واقعی ما پدیده مسکینگ برامون اتفاق میفته، یعنی مسیرهای طبیعی ما اشغال میشه و این اشغال شدن باعث میشه که مغز حواسش به این صدای جدید باشه و توجهش رو از روی وزوز برداره و در نهایت برامون هابیچویشن ایجاد میشه، یعنی مغز به تدریج یاد میگیره که صدایی که داره میشنوه صدای تهدید کننده حیاتش نیستش و توجهش رو برمیداره از روی صدای وزوزش و در واقع فعالیت شبکه‌های هیجانی ما مثل سیستم لیمبیک، مثل اینسولا، مثل آمیگدالا، مثل هیپوکامپ کاهش پیدا میکنه. یعنی این فرایندها طی میشه تا اون تغییراتی که میخوایم در وزوز فرد رو بشنویم. رویکردهای دیگه‌ای هم وجود داره مثل سمعک برای افرادی که به خصوص دچار کم شنوایی هستن که خب آقای علوی بیشتر در موردش صحبت میکنن در برنامه در واقع سمعک هامون. سمعک هم صدای گفتاری رو تقویت میکنه، باعث میشه که توجه فرد به صدا جلب بشه و هم با تقویت صداهای محیطی در واقع یک نوع مسکینگ هم ایجاد میکنه. رویکرد دیگه موسیقی درمانی است که یکی از فوایدی که داره اینه که مستقیم روی سیستم لیمبیک تاثیر میذاره و میتونه در واقع اثرگذار باشه بر کاهش وزوز فرد. درمان TRT رو داریم که خب نه هدف اونم مثل در واقع مثل ساوند تراپی برای ما هابیچویشن ایجاد میکنه، ولی TRT ترکیب صدا درمانی و CBT است، یعنی اینجوری نیست که ما CBT یا ساوند تراپی رو به تنهایی برای فرد ایجاد بکنیم و به دنبالش هم آزاردهندگی وزوزمون کاهش پیدا میکنه و هم
بلندی صدا کاهش پیدا میکنه. چون میدونیم در CBT گفتیم که ما نمیخوایم بلندی صدا رو کم بکنیم، فقط میخوایم کیفیت زندگی فرد رو بهتر بکنیم، پاسخهاش رو تغییر بدیم. ولی تو صدا درمانی ما داریم بلندی صدا رو برای فرد کم میکنیم، بلندی و آزاردهندگی وزوزش رو کم میکنیم. TRT میشه ترکیب این دوتا. و یکی از مشکلاتی که TRT داره اینه که مدت زمان خیلی زیادی، حالا چیزی که تو مقالات عنوان شده، مدت زمان خیلی طولانی طول میکشه تا ما به جواب برسیم. چیزی حدود 18 ماه زمان نیازه تا به جواب برسه. درمان‌های تکمیلی تر هم وجود داره. این درمان‌های تکمیلی درمان‌هایی هستن که خب تو مطالعات مختلف سودمندیشون نشون داده شده، ولی هنوز شواهد به اندازه‌ای نیست که جزو درمان‌های استاندارد مثل CBT در نظر گرفته بشه برای افرادی که تینیتوس دارن. مثل ماساژ برای افرادی که دچار اختلالات سوماتون سنسوری و گردن هستن میتونن تینیتوسشون رو کاهش بده. تحریکات الکتریکی با ریت‌های بالا میتونیم استفاده بکنیم. تحریک الکتریکی باعث میشه که خب همونطور که گفتیم اون مسیرهای طبیعی ما فعال بشن و چون مسیر رو داره فعال میکنه مهار رو برمیگردونه به هسته حلزونی. تحریکات بایمودال رو داریم. ما در تحریکات بایمودال میتونیم از تحریکات صوتی در کنار تحریکات الکتریکی استفاده بکنیم که هم برای ما مسکینگ ایجاد میکنه، تحریک صوتی هابیچویشن ایجاد میکنه، و هم تحریک الکتریکیش میتونه تعادل تحریک و مهار رو در واقع برای ما برقرار بکنه. من بیشتر ادامه نمیدم، اما به نظرم چیزی که تو این سمینار یاد گرفتیم و حالا ماحصل گفته های اساتید هست، 3 نکته هست که در واقع در افراد تینیتوسی باید بهش توجه بکنیم. اول اینکه خب تینیتوس فردی که مراجعه کرده به ما آیا مشکلش در حد دیزوردر هست یا تینیتوس خالی هستش. اگه تینیتوس خالی هست بهتره که کاریش نداشته باشیم، اگه شکایت نمیکنه کاریش نداشته باشیم و اقدامات درمانی و مدیریتی برای تینیتوس دیزوردر باشه. نکته دوم، تینیتوس خیلی پاتوفیزیولوژی های متعدد داره، هنوز هم مطالعه در موردش داره انجام میشه و هنوز نظریه قطعی وجود نداره، ولی نتیجه گیری کلی که میشه کرد این هستش که خب تغییر در سطوح پایین‌تر اتفاق میفته. ممکنه در سطح ساب کلینیکال باشه که ما در آزمایش‌ها نبینیم، ولی خب تغییر هستش و این تغییر در سطوح پایین منجر به ایجاد تغییرات دائمی‌تر در سطوح بالاتر میشه که نه تنها کورتکس شنیداری رو در بر میگیره بلکه قسمت‌های خارج از کورتکس شنیداری رو هم در بر میگیره. و نکته سوم که به نظرم ماحصل سمینار امروز اساتید هست اینه که خب ما باید برای درمان این افراد روی یک بعد خاص تمرکز نکنیم و در واقع درمانی که ارائه میدیم برای این افراد یا مدیریتی که ارائه میدیم چند بعدی باشه. میتونه مشاوره باشه، روان رو در بر بگیره، صدا رو در بر بگیره. اگه به این نکات توجه بکنیم به نظرم میتونیم اقدام درمانی مناسبی داشته باشیم. بفرمایید.